سلام از دلم اومدیم با قسمت دیگه. این قسمت میخوام بهتون هواگیری کاشت رو یاد بدم. هواگیری کاشت با پودر. بریم با همین قسمت رو ببینیم. قسمت پنجم خوش اومدین. آموزش پنجم ما آموزش اینه که چجوری بتونیم یک ناخن کاشت رو هواگیری کنیم و لاک ژلش رو برداریم بدون اینکه به ناخن آسیب برسه. بریم با هم ببینیم و دقت کنیم به نکته هایی که میگم، چون آموزش های من پر از ریز نکاته. خواهشاً یادداشت کنین که اگه جای گیر افتادین بتونین ازش استفاده کنین. توی ویدیوی اول بهتون گفتم که چجوری ما ناخن رو بشناسیم و چجوری از روی اون شناخت ناخن با ناخن برخورد کنیم. پس حتما ویدیوهای منو ببینید. بریم سراغ آموزش. من روی دست خودم بهتون یاد میدم. این ناخن من یک مقدار هوا گرفته. حتما به این موضوع توجه کنین. خیلی از مشتریا هستن حالا برای اینکه بیان یه ناخنشون ضربه دیده درست کنن میگن اشکال از طرف شما. سر اینطوری نیست. سر این ناخن من یکم ضربه دیده و یک مقدار هوا گرفته از خود این قسمت و کاری به مشتری وقتی میاد یه کاری به شما نداره. ممکنه که این ناخن ضربه دیده باشه، ولی وقتی تمام ناخن‌ها هوا میگیره خب مسلما یه ایرادی از شما هست که باید برطرف بشه. اما اکثرا یه ناخن ضربه دیده و یا این که مثلا یه جا گیر کرده این هوا گرفته. حالا این ناخن من یک مقدار هوا داره، اگه مشخصه ببینین یک مقدار بلند میشه از این قسمت. میرم که اول لاک ژلش رو بردارم بدون اینکه آسیب ببینه، بعد اون قسمتی که هوا گرفته شروع میکنم به همون روشی که توی ویدیوی قبل بهتون یاد دادم. این قسمت لاک ژلش رو برمیدارم. این قسمت ها رو ببینین چجوری ضربه میزنم. به خاطر اینکه هوا داره میخوام یهو نپره و ناخنم آسیب ببینه. فقط با ضربه ببینین این قسمت ها که هوا داره ضربه بزنیم. قسمتی که هوا گرفته ببینید تو فیلم باید مشخص باشه. ببینید رنگش با این قسمت خود اصلی فرق داره، یک مقدار روشن‌تر میشه. بعد شروع کنم این قسمت رو ببینید نازک کرد. اول نازک کنید. بعد که نازکش کردیم ببینید من وقتی بندازم زیر ناخن مشخصه. ببینید چقدر هوا گرفته. هنوز یک مقدار دیگه باید نازک بشه. هیچ وقت زمانی که دیدیم هنوز این قسمت با عقب زن کنده نمیشه زور نزنید، به خاطر اینکه باعث میشه که اون کراتین ناخن از روی ناخن بردارید. ویدیو اول گفتم کراتین ناخن چیه، کسایی که نمیدونن. ببین چقدر نازک شد. بعد شروع کنیم به یه خط انداختن. من احساس کنم چون این جای ناخن من هوا داره
یه خطی اینجا میندازم. یه فرو رفتگی دارم ایجاد میکنم. این قشنگ اینجا پیداست. حتما هم دستتون رو ضربه‌ای بزنید که تست مشتری نست. یه ذره سرعت دستگاهتون رو کم کنید. حتما وقتی میخواین سرعت کم و زیاد کنید دستگاهتون رو خاموش کنید و بهترین کار اینه که با پدال کار کنید. من خودم همیشه با پدال پا کار میکنم که دیگه نیاز نباشه دکمه رو بزنم. خیلی راحت با پدال این کار انجام میدم. سرعت دستگاه رو کم میکنم و اون خط رو ادامه میدم. ببینید خیلی راحت خط داره میرسه به ناخنم. حالا سعی میکنم با نیپر برش دارم. ببینید چقدر راحت برداشته شد بدون اینکه به ناخن خودم آسیبی برسه. حالا میام با همین سرعت کم این قسمت هایی که حالا چه زیر مواد بوده چه پایین این چربیشو برمیدارم و این قسمت رو کامل با بقیه یه دست میکنم. و بعد سرعت دستگاه رو زیاد کنید و این قسمت رو صاف کنید. چرا؟ به خاطر اینکه برآمدگی داره ما وقتی میخوایم مواد بذاریم. اینم از قسمت اینکه شما یک کاشتی که هوا داشت هواشو گرفتین لاک ژلشو برداشتین بدون اینکه به خود ناخن آسیب برسه. پس اینم این قسمت. ممنون میشم منو ساب کنین، منو دنبال کنین، حتما لایک کنین، زنگوله رو بزنین که من بتونم ویدیوهای خوب براتون بذارم. ممنون که تا اینجا با من بودین. اگه سوالی چیزی دارین تو دایرکت حتما با من در ارتباط باشین و کامنت بذارین. ممنون از شما. خدا نگهدار.